مبادا MABUDU که آ خونده میشه، چون که در آندرگراند، در واتر سان. مبادا که بت را پرستش کنید، خدای عرب را ستایش کنید. 1000 سال بت پرستی بس است، به آزادگی جانفشانی کنید. نماد ستم را، حجاب را نابود کنید. درود بر غنچه نازنین پرپر شده مهسا، سورینا، ندا، نیکا، میلیشیا. دوستان میارید یک واژه از تازیان بر زبان، همه نامها را پهلوانی شهریاری کنید. زبان خویشتن را رسایی کنید. ز بند عرب خویشتن را آزاد کنید. هر آنچه بیاور سپاه عمر نابود کنید. سال 1360 برف باریده بود، بر دستار روسی نشسته بود. کلاغ‌ها سر در بالین خود کرده بودند. بر روی سروهای پیرامون تندیس فردوسی نیز برف نشسته بود. مهتاب در لابلای ابرها بر تندیس پیکره اشتاتو فردوسی پرتو افشانی می‌کرد. لختی در خویشتن فرو رفت. انگارش نمودم که اکنون هزاران بر گرد گور رضا چرخیدن کرده ناله سر می‌دهند و اون پنجره ها را بوسیدن می‌کنند. اینک پدر فرهنگ زبان فردوسی با چامه هایش، چمرازهایش، آیه هایش چون ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. رها کرده به مرده‌ای چسبیده، از او درخواست نیاز می‌کنند. هزاران هکتار زمین و باغ و کشتزار از آن او کرده که سودش به انگل‌هایی، لومپن‌هایی، قارچ‌هایی، پیرامون بتی هیچ و پوچ و دروغ. امروز برآیند زهرآگین آنان را در کشورتان می‌بینید. از شماست، از تک تک توی مسلمان که خدایت از عرب، پیغمبرانت از عبری و عرب، نامه هایت از عرب، دبیرت، نشانه هایت از عرب و بند پرورها، انگلها، لومپنها.
ها پیشوا. یخه چه کسی را میگیری؟ از توست که بر توست، به گفته ناصر خسرو. از این نادانی و منگلی و گاگلی بود که پیرمردی شالاتان، خنزر پنزری، سمساری، کهنه فروش به چنان توانمندی برسد که بهترین افسران ارتش تو را بکشد و زمینه شکست تو از دیوانه‌ای که خود را سد وقاص نامید هزاران بکشد. بله، از توست ای مسلمان، از توست ای حاجی، از توست ای صغرا کبرا غضنفر، بکش، نوش جانت باد. برو باز از علی و حسین و تقی و نقی درخواست نیاز بکن، از هیچ و پوچ، از مرده، از بت عرب که روزگاری در کنار 300 بت لات و منات و عزی امروز برای تو پروردگار هستی گشته است. چه بگویم؟ به هر سازمانی، به هر قانونی پامینه هم میبینم اگر هم با این رژیم درگیرن، خدا و پیغمبرشان با خدا و پیغمبر این ملادقاهای تبهکار که دختران ما را چون دوست دارند دختران جهان بگردند و بپوشند و بنوشند، از پشت بامها به زمین پرت می‌نمایند. کدام پرایدی، نمیخوام واژه تازه غیرت را به کار ببرم، کدام پرنسیبی هنگامی که 7 میلیون ایرانی راهی ایران می شود و دنبال سود و سرمایه و سکس و هرزگی، قمار، دیگر کارها، قمار میشه منگول بازی، و از آن سو چین و روس و انگلیس و به گونه گاهی آمریکا و پشتیبان بدترین دشمن زن و میهن هستند. من تنها چه میتوانم کرد؟ نومید نیستم و نومید نمی کنم که نومیدی خود دیوی است. رئالیته این است که میبینید. به این جنبش جهانی مهسا چرا باید فرو بنشیند؟ نه، فرو نخواهد نشست. گیرم این شب یلدا که چندین هزار سال بر زن گذشت، باز هم 1000 سال بگذرد روزگاری به پایان خواهد